این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای زبار در رفته ای که تشریف نحسش رو برد به مناطق زلزله زده تا اونجا 4 تا پاسدار و آخوند رو دور خودش جمع کنه و از این روزه ها بخونه. بسیاری از مردم به قدر وسع و توان خودشون به وظیفه خودشون عمل کردند. مسئولین هم به خصوص در بعضی از بخش‌ها در این حادثه خوش درخشیدند، کار کردند، تلاش کردند. البته بنده قانع نیستم. بله، این سید علی وافور از اول دنبال این بود که یه جوری قضیه رو زیرابی طی کنه، اما اعتراضات مردم کار رو به جایی رسوند که مجبور شد دقیقه 90 بره به کرمانشاه و خب نتیجه هم معلومه دیگه. البته عظمای گردن شکسته قبلش این گماشه خودش رو فرستاده بود به مناطق زلزله زده تا یه جورایی حکم ضربه‌گیر رو داشته باشه، اما طرف اونجا سوتی داد و بدتر کار رو خراب کرد. یعنی سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر. خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد مقاومتی که آقا مسکن مهر اصلا چه ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، اما تو شروع کردی از مسکن مهر چه ارتباطی داره؟ اصلا بی خودی. بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن. هم مسکن مهر من خودم دیدم، کارشناس ما دیروز 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن، دیدم گفتن مشکل نداره سازمان. با انتشار این فیلم سگ دعوا تو نظام ولایت بالا گرفت و این پاسدار حقانی مجبور شد بیاد بگه آقا غلط کردم، حالا ما یه چیزی گفتیم شما جدی نگیرید. روز گذشته در شهر قصر شیرین بودیم، برای بررسی مسائل رفته بودیم. در جمع برادرای جهادگر نکته‌ای رو گفتم که الظاهر به معاون اول محترم دولت برخورده. من قصد توهین و یا جسارت به ایشون و یا دولت محترم نداشتم. بحثی رو مطرح کردم، ما با ایشون 25 سال همکار هستیم و مسائل رو میگیم. تو اون جمع هم خصوصی بود کاملا و این بحث رو مطرح کردم. قرار نبود پخش بشه، به هر حال قصد جسارتی به این مجموعه نداشتیم، اما واقعیتی هست که ما در مسائل مختلفی که پیدا میشه نباید مسائل رو سیاسی جلوه بکنیم. این یه خط گسلی بوده تو این منطقه آمده، یه بخشش مسکن مهر بوده که واقعا سازش هم سالم هست و کارشناسا دیدن. الان این منطقه که من هستم اینها ساختمان‌های بتونی شخصی ساز هست که همه فرو ریخته. خلاصه ای که عظما میخواست با این کار یه جوری نظامش رو از این بحران در ببره، اما نشد که بشه. از اون طرف باقی نوچه های ریز و درشت رژیم هم در صدد بر اومدن که با مال کشی کارشکنی های آخوندا رو لاپوشانی کنن، اما هر بار که خواستن کاری بکنن مردم نقش اونها رو نقش براب کردن. یه نمونهش رو اینجا ببینید. یه چیزی شما که اهل سنتین بگید که این تصور غلط که دولت و مردم یا کمک ها به روستاها و مناطق اهل سنت یا سنی نشین نمیرسه، درست رسیدگی نمیشه، بگید اینجوری نیست، همچین تفکیکی وجود نداره. میگن مردم واقعا مشکلی نداره، ولی نگاه کن خدای دیشب یعنی به زور ما 15 تا 16 تا چادر هلال احمر ازش هم گرفتیم، از بچهای سپاه بودن، به خدا نمیدادن. خیلی آخه پخش زنده که چای این عدو اطوارا نیست، خب معلومه که خیتت میکنن. یکی دیگه از موضوعاتی که این روزا به کابوس آخوندا تبدیل شده وضعیت انفجاری جامعه و اعتراضات مردم غارت شده است. ببینید این بزبز قندی از ترسش به چه نسخه پیچی‌هایی افتاده. شما 20 تا از اینایی که با اموال عمومی جنایت کردن بیارید تو نماز جمعه تهران و قم و مشهد و شیراز و تبریز شلاق بزنین،
ببینید چه اتفاقی میفته. یقه 30 نفر از اینا رو بگیرید، 20 نفر از اینا رو به عنوان مفسد فی الارض تیرباران کنید. اینا جرمشون از کسی که 4 کیلو هروئین حمل و نقل میکرد کمتره؟ این یأس رو، این عصبانیت رو توی بخشی از مردم که بیچارا قرون پول جمع کردن گذاشتن فلانجا، بعد هیچ کس نظارتی نکرده، هیچ کس پاسخگو نبوده. خب اول باید این ناظران رو شلاق زد. البته بقیه کارشناسای رژیمم دست کمی از این یکی ندارن. همشون شستشون خبردار شده که شورشی در تقدیره و هر کدوم به شکلی در حال آژیر کشیدنن. اگر نتونه پارادایم عقلانیت و عدالت با هم قاطی کنیم تو جامعه ما حتما با شورش روبرو شه. آثارش هم آشکار شده، مقدمش این تجاوزهای قشر پایینه. خلاصه این که خر حکومت اساسی ترسیده و همین روزاست که رم کنه. حالا یه سری هم به دانشگاه ها بزنیم و ببینیم دانشجوها وسط مناظره هایی که خود حکومت ترتیب داده چه حرفایی میزنن. در جمهوری اسلامی هیچ جایی و هیچ وقتی هیچ حزبی و هیچ دسته سیاسی که مخالف ولی فقیه بوده نتونسته آزادی بیان و فعالیت سیاسی داشته باشه. حتی اگر خیلی شایسته بود و خیلی بهتر بود که امروز همین اپوزیسیون به جای آقای زیبا کلام اینجا میشستن و حرف دل اونها رو میشنیدیم و همین برنامه امروز مصداقی است که پاسخگوی قدرت در نظام جمهوری اسلامی فقط ترس است. بله، طلسم عظما بد جوری شکسته. این رو ما نمیگیم ها، این رو سرتشتک قاسمی هم میگه. ببینید 10 بار ولی فقیه فریاد میزنه آقا این چه قرارداد ننجینیه که بدون اینکه مجلس یا هماهنگ یا اونا هم زیر سیبیلی رد کردن امضا شده. مگه اینجا جمهوری اسلامی ایران نیست؟ همه به هم نگاه میکنن میگن ولیه، همه هم میگن که ای رهبر آزاده آماده ایم آماده. به نظر من دروغ میگن، از قمش گرفته تا کسی گریبان نمیداره. 10 بار گفته این رو، کسی تکون نمیخوره. یه بار ولی فقیه 100 خورده سال پیش در عراق حکم داده برای اینجا الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان حرام. از زن شاه بساط رو جمع کرده تا بیرون مردم نقدن. اینجا ولی حی حکم میده، همه به هم نگاه میکنن. درست تو این بحبوحه بود که یه ضربه اساسی دیگه هم از طرف گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به ملاج عظما وارد شد و طبق معمول آخوندا عقربه رو چرخوندن روی دشمن اصلیشون. متاسفانه به لحاظ روش‌های بسیار نادرستی رو گزارشگرها و همینطور دبیرکل سازمان ملل پیش گرفتن. بسیاری از اتهاماتی که منافقین در خارج کشور و گروه‌های ضد انقلاب علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند اینها رو به عنوان اسناد آوردن. بله، این قضیه نشون داد که هر چقدرم دود و دم کنی و داد و قال راه بندازی، وقتی ضربه وارد بشه دیگه موش میشی و به آه و ناله میفتی. یه خبر دیگه هم داستان بسنشینی احمدی نژاد و رفقا تو شاه عبدالعظیم بود که باز هم عظما میخواست یه جوری زیرسبیلی ازش بگذره، اما وقتی دید داره بیخ پیدا میکنه و کار به خط خطی کردن مم صادق لاریجانی کشیده، لباس شخصی ها رو فرستاد سراغشون تا قضیه رو فیصله بدن. آقا چی بالا میکنه؟ بچه ها رو با مشت و لگن زدی؟ بچه ها رو با مشت و لگن زدی؟ آقا کی بوده؟ آقا این لباس شخصی گوشی ها دزدیدن بچه ها رو زدن. خلاصه این که مسابقه استخون جویدن تو نظام ولایت ادامه داره و هر طرفش رو که نگاه کنی دعواست.
تو این هفته خرچنگ ولایت هم اومد تو تیویریش تا با این جنگولک بازی ها یه چهره متفاوت از خودش ارائه بده و بگه اینقدرها هم منفور نیست. ته قصه این است که خط اینه خاتمی رو یک چهره خشن، یک چهره عبوس، یک چهره دعوایی نشان بدن. در همین راستا این حاجی خاتمی فضای مجازی رو با طویله اشتباه گرفت و تصمیم گرفت با پای چپ واردش بشه. با توجه به گستردگی شبکه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری این شبکات، نیز با توجه به آنکه دیدم بدخواهان بیرحمانه بدون آنکه ابایی داشته باشند تهمت‌ها، سخن‌های دروغ بسیاری در رابطه با این جانب میگویند، تصمیم گرفتم من هم در این شبکه حاضر باشم. اما هنوز 12 ساعت از ورود این خرچنگ به توییتر نگذشته بود که با همت کاربران توییتر ریپورت شد و کلا ناکام از مجازی رفت. اینم تصویر نمادینی از خیز آخوند احمد خاتمی برای ورود به فضای مجازی. و حالا شما فکر میکنید هدف این آخوندا از ورود به فضای مجازی چیه؟ هیچی، میخوان بیان توش از این خزعبلات به هم ببافن. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. بله، یک سری زنان سرپرست خانواده هم بحث دیگریش استثناء. پس یک طرف دستور خدا و رسول و ائمه و علما و کارشناسان سمت خدا، دختران خوب زود ازدواج کنید، شما باید تو مسائل اقتصادی از تابع شوهرانتون باشید، وابسته شوهرانتون باشید، کمک شوهرانتون هم بکنید، پولم در بیارید ولی پولا رو بدید دست آقایونتون، اونا انشالله بر طبق دین شما رو تأمین خواهند کرد. البته وضعیت آخوندا تو فضای مجازی آینه ای از وضعیتشون تو فضای واقعیه. این دایناسور عمامه‌دار هرچی تو خیابون وایساده هیچکس سوارش نکرده، به همین خاطر پاک کلافه شده و شروع کرده به فحاشی. شیشه رو پایین کن. پس با دخترم خواسته باشی. اینجاست که آخوندا جوش میارن و از همه جا مونده و از همه جا رونده دوباره به منبرهای خودشون رو میارن و وضعیتشون این میشه. وقتی حال و روز آخوندا تو مملکت این باشه دیگه تکلیف بسیجی ها روشنه. خودشون رو میکشن یه عکس رئیس جمهور آمریکا رو آتیش بزنن، اما عرضه این کار رو هم ندارن. حالا سری به اقتصاد مقاومتی بزنیم و با تازه ترین خودروهای تولید شده در عرصه اقتصاد مقاومتی آشنا بشیم. از این نمونه بگیر. تا آخرین مدل سایپا. بله، حالا برای اینکه با یکی دیگه از توانمندی‌های نظام در عرصه خدمات شهری آشنا بشید، یه مقایسه ساده داریم بین شیوه توقیف خودرو در اون طرف آب و شیوه نجات خودروی آسیب دیده در ایران.
اینجا ماندم. اول خودرو رو میبریم رو آسمون، بعد آروم جلوشو میکوبیم رو زمین، بعد اینجوری میکشونیمش رو جرثقیل، سپس میذاریمشون بالا. بعد میبینیم نمیشه که میاریمش پایین و میزنیم شیشه‌شو میشکنیم، سپس میبریمشون بالا. بعد میبینیم باز جا نمیشه اون بالا، دوباره میذاریمش زمین و بعد با یه نیسان بوکسل میکنیم میبریمشون. واقعا خسته نباشید همه دوستان. کلا سرعت پیشروی نظام ولایت در همه عرصه‌ها یه چیزی تو این مایه هاست. در پایان توجه شما رو به یک کلاس شاد جلب می‌کنیم که توسط یه پدر باصفا برای دختر کوچولوش گذاشته شده. کلاس آموزش لهجه اصفهانی. بگو ده نده نگاه و آدمش میکنه دمیتون کنه. خب بگو من معنیشو بهت میگم. یکی بگو ده نده نگاه به آدمش میکنه دا. بگو نفردم بابایی. بگو ده نده نگاه و آدمش میکنه دمی جنبونه. بگو ده نده نگاه و آدمش میکنه دمی جنبونه. بگو چوریه چوریه یعنی جوجهه.